بریم با هم کلم تخمیری درست کنیم. یه دونه کلم نیاز داریم، فرق نمیکنه سبز یا قرمز. یه لای از روش رو برمی‌داریم، قسمت وسطش رو جدا میکنم و خیلی نازک برش میزنم. برای هر 1 کیلو کلم 20 گرم نمک میزنم و حسابی ماساژش میدم. نیم ساعت بمونه، با ادویه زیر تمدارش میکنم و یه ماساژ دیگه. حالا باید بریزیمش توی شیشه. آب نمکی که ته ظرف مونده رو میریزم روش، کاملا فشردهش میکنم. آب باید روی مواد رو بگیره. بعد از 4-5 روز تو دمای محیط موندن رو تستش میکنم. تغییر رنگش، حباب‌های ریزی که روش زده، طعمش که به خاطر اسید لاکتیک ترش و تیزتر شده نشون میده که آماده است. کلم تخمیری یه پروبیوتیک طبیعیه، یه روش ساده و ارزون برای تقویت گوارش و سیستم ایمنی بدنمونه.